همان گونه که مستحضرید، ما امشب در یک گفتگوی زنده تلویزیونی و رادیویی در خدمت عالی رتبه ترین مقام اجرایی کشور، یعنی در خدمت جناب آقای دکتر احمدی نژاد، ریاست محترم جمهوری هستیم. از شما دعوت می‌کنیم بیننده گفتگوی اختصاصی ما با جناب آقای دکتر احمدی نژاد باشید. جناب دکتر، عرض سلام، شب بخیر و خیر مقدم داریم. بسم المقام العظمی دون یدی و الختم روزگار المحمود الاحمدی نژاد و الختم القائلة المنوچ المتکیات فی السنگالیات و السیدلیات الی غیر نهایه. اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و انتقال مال مردم به جیب مقام ولایت رو به پیشگاه بقیت العظمی تبریک میگم. خیلی متشکریم. آقای دکتر اجازه بفرمایید دیگه وارد بحث قانون هدفمند کردن یارانه ها و اجرای اون بشیم. در حضور جناب عالی مردم بی‌صبرانه منتظر اجرای هر چه سریعتر این قانون بفرمایید. هستن. یه بی‌صبرانه شما میفرمایید، یه بی‌صبرانه آدم میبینه. شما الان توجه کنید، پمپ بنزینا، فروشگاه ها، نونوایی ها قلقله است. خب این استقبال توده‌ای رو شما ببینید، از کوچیک و بزرگ، پیر و جوان. حالا من یه صحنه‌ای رو دیدم که خودم تعجب کردم. داشتیم میرفتیم سوار این هلیکوپتر بشیم این سفرهای استانی، دیدم یه بچه 20 روزه که اصلا معلوم بود 30 سال میوه نخورده، لباس هیچی نداشت، کفش. اومد جلوی من، گفتم الان حتما میگه قاقالیلی پستونکی چیزی میخواد. دیدم سفت و رفت ایستاد، گفت محمودی احمدی چقدی بو میدی. بعد من پرسیدم، گفتم چی میگه این؟ گفتن یعنی محمود زودتر یارانه ها رو هدفمند کن. خب این خیلی دردآوره، خیلی دردآوره. قدری در خصوص تأثیرات اجرای این قانون بر شکوفایی اقتصاد کشور بفرمایید آقای دکتر. تأثیرات که واقعا کلانه، یعنی میخوام بگم اصلا در سطح این حتی این گفتگو هم نیست. آقا بذارید ملت ایران زندگیشون رو بکنن. خب ما میتونیم، اجازه بدید. شما یه خود صرفه جویی بکن، همینجوری دهک شکوفا میشه. حالا اصلا شما این پولا رو بذار کنار. بابا ما با همین چمن استادیوم آزادی میتونیم یه خاورمیانه رو قرمه سبزی بدیم. ما میتونیم. همین آیت الله حائری پارسال تو تلویزیون من دیدم، تو همین تلویزیون با یه استکان آب وضو گرفت، صرفه جویی کرد. بعد حذف یارانه ها من شنیدم طرف با یه توف دوش میگیره. خب توجه بفرمایید، خب طرف اومده همراه دولته، همراه این طرح. من تشکر میکنم اینجا از تلاشی که این عزیزان میکنن. آقای دکتر چه توصیه دارید برای استفاده از این پول؟ ببین من حساب 2 تا 4 تا رو دارم میکنم شما حسابشو بکن. ما 40,000 تومان تو حساب هر خانواده 4 نفری ریختیم. 4 تا 40,000 تومان میکنه چقدر؟ 700,000 تومان. حالا 4 دهک ملت رو بهش اضافه کن، مازادش هم بیار، میشه 4 میلیون تومان. اون 60% هم که دولت حساب میکنه رو بهش بگو، میکنه 300 میلیون، 400 میلیون، 500 میلیون تومان. بابا بذارید ملت راحت باشن. من یه بچه رو دیدم، اجازه بفرمایید شما، من یه بچه رو دیدم تو سفرهای استانی داشت آب جوش میریخت تو باغچه‌اش. گفتم چرا آب جوش میریزی؟ گفت چون چایی کاشتم. حالا انشالله چاییش هم در بیاد، ما با هم یه چایی قندپهلو بخوریم انشالله. من می‌خواستم اتفاقا از جناب عالی خواهش کنم اگه در پایان نکته‌ای مونده که فکر می‌کنید لازم هست گفته بشه و با مردم در میون گذاشته بشه رو بفرمایید که اگه جناب عالی بفرمایید. فقط حرفم با این ملت بانشاد اینه که این طرح جدیده، باید صرفه جویی کرد. مثلا من تو همون داستان بچه‌ه وقتی سوار هلیکوپتر شدم، یه خورده که رفتیم از مهندس مشایی کنارم نشسته بود، پرسیدم اسفندیار گرمته؟ گفت نه. از خلبان پرسیدم شما گرمتونه؟ گفت نه. گفتم پس چرا اون پنکر بالا سر هلیکوپتر روشن کردید؟ خاموش کنید. اینقدر برق مصرف نشه.
اگه این صرفه‌جویی انجام بشه ما میتونیم گام‌های بلندی برداریم. گام‌های بلند. به خاطر همین موضوع من به کابینه، تمام وزرای کابینه سفارش کردم برای برداشتن این گام‌های بزرگ همه بیجامه بپوشن که راحت گام بردارن. بله. گام‌های بعدیشه انشالله. ببینید ما ظرفیتشو داریم. بذارید مردم زندگی کنن. من مسافرت زیاد کردم، همه جارم دیدم. بر اساس آمار کارشناسای ما از هر 1 میلیون بچه‌ای که تو ایران به دنیا میاد 999,999 تاش باهوشن. فهمید؟ یه دونشون خنگه. حالا تو ژاپن از هر 1 میلیون بچه 999,999 تاش خنگن، یه دونشون باهوشه. یکی از دوستان به من گفت پس چرا ژاپن انقدر پیشرفته است ما نیستیم؟ گفتم به خاطر اینکه تو ژاپن اون باهوشه رو میکنن رئیس جمهور، تو ایران خنگه شده رئیس جمهور. خب بذارید مردم زندگیشون رو بکنن. توجه می‌فرمایید؟ بله خواهش میکنم بفرمایید. قربان شما. بله.